ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم دوم، گفتار 32. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. بعد از گذشته رفتن او با عادت مقرری باز شکایت ملاها سر شد. من هرچند پیشتر با شکایت عمومی ملایان در حق احمدی کله در شبهه مانده باشم، هم این بار این شکایت ها را بی‌طرفانه گوش کرده نتوانستم، بلکه در فکر خود محاکمه می کردم، زیرا دعوایی که من آن روز از وی شنیده بودم و فکر خودم خیلی عجیب بود. تا آن وقت من از آدمان ماه از شومی گناه می گیرد گفته شنیده بودم. اگر در حقیقت امشب گفته او راست براید، معلوم می شود که او عالمی بزرگ بوده است. مردم او را منجم یعنی فالبین می گفتند. اگر این گفته هایش درست برایند، معلوم می شود که او در حقیقت منجم یعنی ستاره شناس بوده است، نه فالبین. من این دفعه از شکایت و غیبت ملایان نسبت به او و دانش او بوی رشک و حسد حس می کردم. شب شد. در ساعتی معین، در ساعتی که احمد مخدوم تعیین کرده بود، بیشترین ملاها و طلبه ها به بام مدرسه برآمدند. من هم برآمدم. احمد مخدوم از همه پیشتر برآمده بوده است. او بر روی یک صفه هموار که در گوشه جنوب شرقی بام مدرسه بر بالای بام حجره خود ساخته بوده است، قالینچه پهن کرده نشسته بود. در رو بروی وی دامادش می نشست. در پیش او فانوسی بود که در وی یک شمع جایداری 4 تنیمچه یعنی 4 دانش 500 گرمی می افروخت. ساعتی بغلی هم در پیش روشنایی فانوس کشاده ماندگی بود. در پیش زانوی احمد مخدوم یک چند ورق کاغذ پهن بودند که در آنها رقم‌های حساب نوشتگی می نمودند. بعضی رقم‌ها با سرخی نوشتگی بوده، بر بالایشان با سیاهی خط کشیدگی بود. در قطار سطرهای رقم‌ها و در حاشیه کاغذ کلمه‌های 2 حرفه و 3 حرفه معناهایش به من نامعلوم می نمودند. احمدی دانش با دقت آن رقم‌ها را از نظر می گذرانید. گاه به ساعت نگاه کرده، بعد از آن به آسمان صاف که در وی ماهی پر نور می پاشید چشم می دوخت. یک وقت زبانش گرفته به آسمان نگرید. گفت همه به آسمان نگریستند. ماه به گرفتن در آمده بود. کم کم گرفتگی ماه سیاه شده به اهالی شهر معلوم گردید. در کوچه ها آوازی طبل شبگردان، آدمان پلیسی امیری بلند گردید. از حولی ها صدای لعلی ها، لعلیچه ها، دیگ های میز و سطل ها برآمدن گرفت. در مدت یک چند دقیقه شهر از آوازی دنبر دنبور جرنگ جرون پور گردیده به دل شنوندگان یک نوع
دهشت می انداخت. من در موردهای ماهیگیری در دیه امان هم صدای میسی نکوبی را شنیده بودم، لیکن غلغله آنجا به مناسبت کمی اهالی آنجا پست و سست بود. اما در شهر بخارا که یک باره از هزارها حولیها و صدها طبلها صدای نافارمی غیر منتظم می برآمدند، عصبهای کس را به هیجان می آورد. با شنیدن این صداها در لبهای احمد مخدوم تبسمی استهزاکارانه ظاهر شد و او گویا در شرح سبب این تبسمش خود به خود گفت: وقتش رسد خود ماه گشاده می شود. به این گونه لعلی زنی ها و ستیل کوبی ها احتیاج ندارد. و علاوه کرد: بعد از فلان دقیقه به گشاده شدن سر کرده، بعد از فلان دقیقه تماما گشاده می شود. در حقیقت در دقیقه‌ای که احمد دانش گفته بود ماه به گشاده شدن سر کرده، در همان دقیقه‌ای که او معین کرده بود در ماه اثری گرفتگی نماند. از همه پیشتر از بام فانوس را به دست گرفته احمد کله فرآمد و از پی او قالینچه و کاغذها را غون داشته دامادش رفت. دیگران بعد از قدری شکایت کردن یگان یگان فرآمدند. این دفعه موضوع شکایت ملایان جادوگری و سحربازی احمد کله بود. نظر به عقیده شکایتگران، آن رقم و حرفهای معنیشان نامعلوم که در آن کاغذها نوشتگی بودند دعای تسخیر بودند. کسی که به این گونه دعاها شغل نموده به نصابش رساند، جنها، دیوها، پریها و حتی شیطانها را تسخیر می کرده است، به حکم خود می در آورده است و آن مخلوقها به تسخیر کننده از غیب خبر می دادند. اما از روی شریعت به سحر و جادو شغل کردن ممنوع بوده است، لیکن بعضی احمد مخدوم بر این گمراه ها به سحر و جادو شغل کرده به مردم از غیب خبر داده دیگران را هم گمراه می کردند. من فردای آن شب در وقت درس از دامرلای خود ملا عبدالسلام که در وقت گرفتن ماه به بام نبرآمده بود، احمدی کله گرفتن ماه را چگونه پیشکی فهمیده است گفته پرسیدم. او جواب داد: از غیب خبردهندگان دو قسمند، یکم ولی، دویم کاهن فالبین. ولی هرچی را که از غیب خبر می دهد با الهام الهی و با تلقین ملائکه های او خبر می دهد. به این درجه رسیدن آدم بسیار دشوار. باید انسان در زیر رهبریت پیری کامل چندین سالها ریاضت کشد که به این درجه رسد. از غیب خبر دادن ولی را در زبان شریعت کشف و کرامات می نامند، لیکن ولی ها بنابر نگاهداری سر و حکمتهای الهی خبرهای غیبی را به کسی نمی گویند. کاهن فالبین باشد، هر چیزی که از غیب می گوید با تلقین و با خبردهی جنها و پریها می گوید که آنها به سبب جسم لطیف به نظر ننماینده بودنشان در عالم ارواح به ملائکه ها نزدیک رفته از گفت و گزار آنها این خبرها را می دزدند. از غیب خبردهی کاهن را در زبان شریعت استدراج می گویند که صادر شدن این گونه کارها از کافران هم ممکن است. کاهنها
برای از راه برآوردن مردم خبرهایی از جنهاشان شنیده را به هر کس میگویند. احمد کله از جمله کاهنان و دوستی شیطان است و هر کسی هم که به گپ او گوش دهد گمراه و دوستی شیطان می شود. هرچند جایش اینجا نیست و تاریخش خیلی دور و دیر است، یک واقعه را هم که به همین سخنان دام‌الله‌ام درباره به واسطه جنها از غیب خبردهی احمد مخدوم دخل دار است باید در اینجا قید کرده گذرم. بعد از 2 یا 3 سال این واقعه، وقتی که من در پیش دام‌الله مذکور شمسیه کتابچه‌ای که به منطق عاید است می‌خواندم، یک مثال راست آمد. این مثال ضرورت گرفتن ماه بود در وقتی حائل شدن زمین در میانه وی و آفتاب. دام‌الله من چنان که هست این مسئله را شرح داده به من فهماند. به این مناسبت واقعی از گرفتن ماه پیشکی خبر دادن احمد مخدوم به یادم رسیده به دام‌الله گفتم. معلوم می شود که احمد مخدوم وضعیت ماه، آفتاب و زمین را به حساب گرفته از گرفتن ماه پیشکی خبردار می شده است. در این وقت به یادم آن رقم ها رسیدند که در کاغذ نوشتگی بودند و در قریب گرفتن ماه احمد دانش آنها را حساب کرده می ایستاد. با شنیدن این سخنان من پیشانه دام‌الله ترش شد و در ابروانش چین پیدا گردید و بعد از قدری خاموش ایستادن به من نگاه نکرده گفت: صاحب این کتاب شمسیه از جمله حکما است. حکما به شریعت کار ندارند و هر چیزی که به عقلشان آید گفتن میگیرند. در حقیقت اینها شاگردان شیطانند و احمد کله شاگردی اینهاست. همه اینها گمراهانند. درباره گفته های اینها بسیار پرسکاو کردن درست نیست. من در این گفته های معلم علم منطق یک نوع بی منطقی حس کردم و در دل خود فکر می کردم اگر مؤلف کتاب شمسیه از جمله حکما بوده و حکما همگی گمراه باشند و درباره گفته های آنها پرسکاو کردن درست نباشد، پس چرا این کتابی دست شده آمده است و حتی حالی حاضر هم خود همین دام‌الله رستگاری من از خود همین کتاب به من درس داده ایستاده است. من تا آن وقت این دام‌الله خود را به سبب اشتراک نکردنش به هجوم‌هایی که از طرف ملایان به احمد مخدوم میشد، از همراهی نکردنش به شکایت‌های میان سرایی که کلانان مدرسه از احمد کله می کردند یک آدمی دانشمند و با عقل گمان می کردم. اما همان روز دانستم که دام‌الله هم از همان ملاهای جاهلی بی سواد کم فرق داشته است. در بهاران سال یکم استقامتم در مدرسه میر عرب مرا دیدن حوری احمد مخدوم دانش میسر شد. این خوشبختی در من به این طریقه روی داده بود. در روزهای توتپزی، روز خوجینان من، ملاهایی که من در آنها آشپزی می کردم خواستند که جایی رفته توت خورند. یکی از شریک درسان آنها که او را ملا محی‌الدین لواح می گفتند همین روز به حجره دام‌الله‌ام ملا عبدالسلام آمده بود. او بنابر
لواح بودنش با احمد دانش هم پیشه بوده، با او رفت و آی داشته است و بعضی نازکی های صنعتی خود را از وی می آموخته است. او به همدرسان خود تکلیف کرد که به توتخوری به حولی احمد مخدوم بیروند. نظر به قول او حولی دانش باغچناک بوده، در آنجا درختان نوجنگی توت هم بوده است و او به این تکلیف خود علاوه کرده گفت: اگر به آنجا رفتن خواهیتان من راهبری می کنم. این تکلیف را خوجینان من خوش قبول کردند. در این وقت بدعتکاری، بیدینی و دوستی شیطان بودنی او به خاطری هیچ کس نرسید و این خصلت‌های بدی او به خوردن توتی او مانع شمرده نشد. ملاها مرا و باز 2-3 طلبه خردسال دیگر را برای توتفشانی و چادرداری همراه خود گرفتند. ما از مدرسه برآمده با کوچه کلانی طرف شمالی مدرسه به طرف شرق روان شدیم. از طاق زرگران، از رسته زرگری، از بین مدرسه های میرزا اولوغبیک و زرگری، از گذرگاه های دیگریزی، میخچگران، کلاباد و دیگرها گذشته به گذری جعفر خواجه رسیدیم که حولی احمد مخدوم در همان گذر بوده است. ما در آخرهای گذری جعفر خواجه از کوچه کلان به دستی راست به طرف جنوب به یک پس کوچه پیش بسته برگشتیم که تخمیناً 50 قدم درازی داشت و در جای بسته شده آن پس کوچه دروازه‌چه زیبای کشاده می شد. ما از دروازه‌چه در آمدیم. از پیش دروازه‌چه تا پیشگاهی باغچه راست به طرف جنوب یک تالار انگور ساخته شده بوده. زیر این تالار یک راهی پیاده‌گردی پشتی ماهیگی بود که در وقت باران آب بروی وی نمی ایستاد و به دو طرف به دو جویچه‌ای که در دو سوی این پیاده‌گرد کشیده شده بودند شاریده می رفت. خوازه تالار به شکل بام‌هایی که در جاهای سیرباران می سازند بوده، بر بالای ستونچه های قطار که از دو طرف بر لب جویچه ها بروی زیر ستون های چلیکی شنانیده شده بودند می ایستاد. در پیش هر ستونچه یک بیخ تاک شنانده شده بود که تنه های این تاک ها برابری ستونچه ها راست تا زبرروی خوازه می برآمدند و از آنجا آن تنه ها پنجه ها داده و پنجه ها نوده ها رسانده و نوده ها با برگ های زمردین خود سرتاسر روی خوازه را تماما پوشانده بودند. در دو طرف رسته تالار درخت های میوه‌داری گوناگون با جدول های هندسگی در شکل شاهماتی شناندگی بودند که رسته های بین قطاره های آن درختان از دو طرف موازی یکدیگر اریب می رفتند و رسته تالار با قطار آن درختان یک نمودی شکلی مخروطی کانوسی پیدا کرده بود. رسته تالار رفته به یک ایوانچه زیبایی گچکاری می پیوست که بالای این ایوانچه یک بالارخانه ایوانچه دار بود که نشیننده آنجا اگر راست نگاه کند همه جای باغچه را تماشا می کرد. در طرف شرق این ایوانچه زیرین و پیوسته به وی یک شپنگی بلند دراز بود که ستونچه هایش 8 رخ تراشیدگی بوده، زیر ستونچه هایش شکلی زاموچگی هندلکی داشتند. زیر ستونچه ها با رنگ زاموچگی و تنه ستونچه ها با رنگ سبزی بادرینگی رنگ و روغن داده شده بودند. سقف شپنگ شکل کمانی داشته، پوشیشش شیروانی بود.
در طرف غرب ایوانچه و پیوسته به وی یک صفه بلندی دراز می رفت که درازی و بریوی با شیپنگ برابر بود. طرف شرق و غرب ایوانچه به شیپنگ و صفه شادگی بوده، طرف جنوبش دیوار داشت و در آن دیوار یک در می نمود که به یک خانه درازرویی رهرو مانند کشاده می شد و آن رهرو به بینای خانه های زمستانی پیوست که یک طرف آن مردانه مهمانخانه و طرف دیگرش زنانه حولی درون بود. دو طرف این خانه رهرو مانند بین بینای خانه های زمستانی و شیپنگ و صفه گلزاری بود که در وی گلهای گوناگون نوعی گوناگون رنگ شکفتگی بودند. نظر به قول ملا محی الدین طرح این باغ را خودی احمد مخدوم کشیده، بناکاری ها، درختچینانی ها و گلزارها موافق نقشه او و با اشتراک او به وجود آمده بودند. از بس که او مهندس هندسه‌دان بود، نازکی های این هنری خود را به باغچه خود صرف کرده بود. پیش خدمت احمد دانش ما را در آخری رسته تالار پیشواز گرفته، راست به ایوانچه زیرینی بین صفه و شیپنگ در آورد و از آنجا با زینچه‌ای که در پیشگاه این ایوانچه بود به بالاخانه برآورد. بالاخانه و ایوانچه بالایی بر بالای ایوانچه زیرین و خانه رهرو مانند بنا یافته بودند. در دیوارهای بالاخانه خریطه زمین و کوره‌های مسطحه دنیای کهنه و نو چسبانیدگی بوده، در بالای دو چارپایه گردشی کوره‌های مجسمه زمین و آسمان می ایستادند. البته من در آن وقت نه خریطه را می دانستم، نه کوره را و نه به چیز خدمت کردنی این اسباب‌ها را. اما ملا محی الدین درباره آن چیزها به شریکان خود ایضاحی دور و درازی داد که در قطار آنها من هم چی بودنی آن چیزها را فهمیدم. ملاها این اسبابها را واسطه مسخره داشتنی احمدی کله کردند. یکی می گفت روی زمین را کی وجب به وجب دیده برآمده است که صورتی وی را با شهرها، بیابانها و دریاها با تفصیل در روی کاغذ کشیده نشان داده تواند. این چیزی است که یگان دروغگوی یا یک چند دروغگوی یک جا نشسته ساختند و برای مردمی نادان را فریب داده پول غنداشتند چاپ کرده برآوردند. دیگری گفت احمدی کله خود را از همه دانشمندتر می شمارد و حالان که خودش از همه اهالی بخارا پیشتر به این فریب باور کرده خریده آورده و دیواری خانهش زده مانده است. مگر از این زیادتر یگان کاری احمقانه دیگر هست؟ وقتی که حرکت زمین و حایل شدن وی را در بین آفتاب و ماه از تفصیلات ملا محی الدین از زبان احمد مخدوم شنیدند، دیگر به هیچ شک و شبهه به بیدینی او حکم کردند. در تاقچه های بالاخانه دایره، تنبور، دوتار و رباب بر این اسباب موسیقی بود. ملاها اینها را اسباب بازی های شیطانی شمردند و اینها نیز نظر به عقیده آنها دلیل بدعتکاری احمد مخدوم شمرده می شدند. این سخنهای آنها با وجود خردسالیم برای من خنده آور می نمود، زیرا هر وقت که در دهه ما بزم شود پدرم مرا برداشته می بود. به سرود و نغمه ها با دقت گوش می داد. خوانندگان، نوازندگان و رقاصانی خوب را با آوازی بلند آفرین، بارک الله، برکیاب، شاد باش، زنده باش، نمورگویان تحسین می کرد.
من که پدری خود را یکی از درستکاران آن زمان می دانستم، با پیروی او من هم این اسبابها را چیزهای خوب می شمردم. بنابراین بودن این اسبابها را در خانه احمد مخدوم یکی از کارهای بدی او شمردن ملاها به من پسند نافتاد. و بالای این در وقتی که با پدرم به سیاحت شهر بخارا آمده بودم، در پیش مدرسه میری عرب بزم پادشاهی می رفت و همه اهالی این مدرسه آن بزم را تماشا می کردند. این ملاها چرا در آن وقت بدعت بودنی بزم و اسباب موسیقی را در پیش اهالی مدرسه خود اثبات نموده آنها را از تماشا منع نکردند؟ و امروز چرا بودن این چیزها در خانه احمد مخدوم دلیل بدکاری و گناهکاری او شد؟ بنابراین ملاحظه ها من سخنهای ملاها را غرضگویانه، بی منطق و خنده‌زار می شمردم. باید من در اینجا همین نقطه را قید کنم که در آن وقت محبت و طرفداری من به احمد مخدوم وجدانی بوده. این نتیجه عکسی تأثیری بود که به سبب هجومی بی‌منطقانه ملایان به او در دل من پیدا شده بود. وگرنه من در آن وقت و در آن سن و سال از مسلک و مقصد احمد مخدوم خبردار نبودم و خبردار شدنم ممکن هم نبود، چون که خصلت‌های او را من همیشه از دشمنان او می شنیدم. شکایت‌ها، غیبت‌ها و بدگویی‌ها در حق احمد مخدوم در محیطی که من بودم چنان بسیار بودند که دلی من هم شبهه‌ای بدی نسبت به او پیدا نکردن نمی‌ماند. پیش خدمتی صاحب خانه برای مهمانان ناخوانده دسترخوان و چای برآورد. به توت‌افشانی ما احتیاج هم نماند، چون که او بروی دسترخوان 2 لعلی توت هم آورده گذاشت و عذر گفت. ایشان احمد مخدوم در بخارا ملاهای کلان کهنسال را برای احترام با عنوان ایشان نام می بردند، اندک خسته شدند. بنابراین به خدمت شمایان برآمده نتوانستند و عذر می خواهند. پیش خدمت رفت و ملا محی الدین که به احمد مخدوم حالدان بود گفت: باید بیماری احمد مخدوم ساخته باشد. عادت او این است که در همین بالاخانه می نشیند و آیندگان را وقتی در آمدنشان از دروازه، حتی وقتی برگشتنشان از کوچه کلان به پس کوچه می بیند و اگر صحبت آینده یا آیندگان را برای خودگران و نافارم حس کند، از اینجا فرآمده از آن دری که در پیشگاه ایوان زیرین هست در آمده به خانه دیگر گذشته خود را بیمار ساخته می خوابد. شما را هم که بد می بیند عجب نیست که گریخته رفته خود را بیمار ساخته باشد. چرا ما را بد می بیند؟ گفت قاری بیگی. مگر ما مانند او گمراهیم؟ من نمی گویم که شمایان گمراهید یا او، گفت ملا محی الدین، اما همین قدر را می بینم که در بین شمایان ضدیت هست. چنان که آتش آب را دوست نمی دارد، اینچنین آب هم آتش را دوست نمی دارد. مادام که شمایان او را بد می بینید، از او نسبت به خود دوستداری و مهربانی طلب کردنتان نادرست و غیر منطقی است. شما گفتار 32 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.